سلام علیکم بینندگان عزیز، شوکتی محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام روز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: سابق اعضای حزب خلق دموکراتی حزب خود را ترک گفته اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی شدند. دسته منتخب فوتبال بازان نورسی تاجیکستان امشب با اسپانیا بازی میکند. در جمهوری آذربایجان مجسمه شاعر کلاسیک فارس نظامی گنجوی را اوباشان پاره پاره کردند. ناصرجان سلیمی بنابر سبب پیوستن به عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی رهبری اینستیتوت علمی را کنار گذاشت. نام برده نخستین نفری است که در مطبوعات به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دادن عنوان پیشوای ملت را پیشنهاد کرد و دیر نگذشته آن حکم قانونی گرفت. چند روز پیش همچنین مغفرت خضرزاده سابق عضو پارلمان تاجیکستان از حزب خلق دموکراتی و معاون رئیس ولایت ختلان نیز از وظیفه برکنار و عضو کمیسیون انتخابات و رایپرسی انتخاب شد. گفتنی است حکومت تاجیکستان اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی کشور در سال 2020 همه عضو کمیسیون مرکزی رایپرسی و انتخابات شخصانی خواهند بود که عضو یگان حزب نباشند. اما بعد اعلام شخصیت اعضای نوی کمیسیون معلوم شد که همگی سابق فعالان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هستند. فعالان سیاسی و جامعه شهروندی در هیئت کمیسیون مرکزی رایپرسی و انتخابات جلب شدن شخصیت‌های شناخته و صادق به پرزیدنت و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را به آمادگی جدی حکومت به انتخابات‌های در پیش ایستاده ربط می‌دهند و می‌گویند الکی حکومت پیشکی درک داد که انتخابات به نام ولی در اصل تعیینات صورت خواهد گرفت. البته این کمیسیه مستقل انتخاباتی اصلا یک مسخره بازی بیش نیست در تاجیکستان، چون که با اعضا بودن نماینده های حزب های مختلف در کمیسیه انتخاباتی این کمیسیه هیچ وقت هیچ تأثیری در انتخابات نداشت و اصلا مستقلیت نداشت و هیچ انتخابات شفافی هم برگزار نکرده بود. حالا که در این میخواهند تمامی اونها را به اصطلاح از شخصان مستقل تشکیل کنند این کمیسیه را، در حالی که تمامی شخصانی که امروز به این کمیسیه وارد شدند همش اعضای حزب خلق دموکراتی یا در گذشته یا تا حال اعضای حزب خلق دموکراتی بودند و طبیعی است که اونها از منافع حزب یک حزب و یک شخص حمایت میکنند، زیرا که اون حزب هم حزب رحمان هست و هیچ کس به این باور ندارد که این یک حزبی هست که اگر در یک انتخابات آزاد این حزب وارد شود این حزب برنده باشد. اما این کاری که حکومت کرد با وارد کردن شخصان مستقل به اصطلاح در کمیسیون انتخابات، با این کار حکومت تمامی سخنهای مخالفین خود را تایید کرد. یعنی این حکومت اصلا کمترین چیز را هم ندارد، یعنی تحمل را هم ندارد و حالا دیگر همون یگان شخصیتی هم که در اونجا وجود داشت یک کمی به اصطلاح از احزاب مخالف، حتی همون احزابی که امروز ما اونها رو کیسگی میدونیم، دیگر حتی حکومت تحمل آنها رو هم نداره در انتخابات ها و مطمئنا در انتخابات بعدی حکومت به خصوص رحمانوف میخواهد کاری رو انجام دهد که دیگر به کسی در آن کار چیز نداشته باشد، دخالت کرده نتواند و اون جنایت های اونها رو آشکار نکند. به همین خاطر میخواهند که از افراد مطمئن خودشون این کمیسیه رو تشکیل کنند و هدف جز برگزاری یک انتخابات ناشفاف و ناسالم دیگر چیزی نیست از این کمیسیه تشکیل نموده. هرچند به طور معمولی ما بیشتر از خبرهای ورزشی در آخری برنامه اطلاع میدادیم، اما
این قالب را امشب میشکنیم. چون بازی دسته منتخب فوتبال بازان نورس تاجیکستان با اسپانیا یک بازی مهم و تاریخی است. اینجا آبروی کشور در میان است. امشب دسته منتخب فوتبال بازان نورس تاجیکستان در دوره دویمی بازی‌های جام جهان در گروه ای با همسالان خود دسته منتخب اسپانیا رقابت خواهند کرد. این بازی همین شب 31 اکتبر ساعت 17 بیگاه با وقت برزیلیا برابر با 1 نوامبر ساعت 1 شب با وقت دوشنبه در ورزشگاه برزیلیا برگزار می شود. امروز هزارها هموطنان چه در داخل و چه در خارج به خاطر تماشای بازی و برای مخلصی به دسته منتخب فوتبال تاجیکستان آمادگی می بینند. دهها ساکنان پایتخت تاجیکستان ضمن صحبت با سامانه تاجیکستان تایمز ابراز امیدواری کردند که فوتبال بازان نورس تاجیک بر این رقیب با تجربه و پرقوت خود پیروز خواهند شد. ما امید داریم که تاجیکستان اسپانیا رو برد بنماید برای هم تاجیکستان به پیش. دعا میکنیم که تاجیکستان بره. ما امید داریم میبره تاجیکستان به پیش. نو واسه از اون که تیم ملی اسپانیا چقدر با قوت است و جهان میشناسه مثال اسپانیا رو با فوتبال خوبش، اما من با تیم ملی تاجیکستان باوری کامل دارم و با باوری گفتم میتونم که ما پیروز میشویم. تاجیکستان به پیش. من از این چیزا دارم که حتما تاجیکستان برد خود را به دست میارد و جای اول را در میگیرد. تاجیکستان به پیشه. و بازی که این شام بر ضد تیم منتخب اسپانیا برگزار میگردد ما باوری داریم که تیم ملی ما غلبه میکند و نام تاجیکستان را بار دیگر در عرصه بین المللی با نام ورزش فوتبال تاجیک رو در جهان معرفی میکند. تاجیکستان به پیش. یادآور میشویم که نورسان فوتبال باز تاجیک در برزیلیا همسالان کامرونی خود را در بازی اول با حساب 1-0 شکست دادند. در این بازی فوتبال بازان نورس تاجیک ضمن زدن یک ضربه جریمه‌ای کامبیناسیونی بسیار زیبا و دیدنی به اجرا رسانیدند که حتی در بازی‌های بین تیم‌های اساسی جهان کمتر دیده می‌شود. مورد به ذکر است که مسابقه جهانی فوتبال بین جوانان تا 17 ساله از سال 1993 سال در میان برگزار می‌گردد. شرکت تیم منتخب تاجیکستان امسال بار 11 است، ولی قبلا همگی یک مرتبه به دسته منتخب تاجیکستان میسر شده است که در قسمت فینالی شرکت ورزد. آن هم سال 2007 بود که تیم تاجیکستان با یک پیروزی، یک باخت، یک نتیجه مساوی تا دوره چهارک نهایی رسیده است. مقامات استان ختلان عزم دارند به خدمت دولتی بیشتر جوانان یتیم کل و آنهایی را جلب کنند که طبق کوته پرزیدنتی تحصیل کرده‌اند و اختصاصمند هستند. این و چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارانم بشنوید. مقامات ختلان عزم دارند به خدمت دولتی بیشتر جوانان یتیم و آنهایی را جلب کنند که طبق کوته پرزیدنتی تحصیل کردند و اختصاصمندند. غزالشاه سفرزاده راهبر دستگاه رئیسی ولایت ختلان 30 اکتبر به راهبران دستگاه‌های رئیسان شهر و نواحی ولایت و مدیران شعبه‌های تشکیلی و کار با کادرها مسئله جابجاگذاری کادرها را بررسی کرد. بیشتر جلب نمودن جوانان یتیم کل به خدمت دولتی و آنهایی که طبق کوته پرزیدنتی در مکتب‌های عالی تحصیل کرده و اختصاصمندند از موضوعهای محوری ملاقات بوده است. غزالشاه سفرزاده اظهار داشته است که هر یک خدمتچی دولتی باید با حس مسئولیت بلند وطندوستی وظیفه خود را اجرا کند. یک کارشناس مسائل اجتماعی که نخواست نامش افشا شود گفت: جلب یتیمان به خدمت دولتی از یک جانب عملی ستودنی است، اما این عمل تجربه نو نیست، بلکه طول سالهاست پیاده شده است. حکومت سالهاست که اکثر آنهایی را که در اینترنت ها تحصیل و مکاتب عالی ختم کردند به کارهای دولتی خصوصاً به فعالیت های والنتیری جلب می کند. بیشتر این نفران که آغوش گرم مادر و غمخواری پدر ندیده طبق ایدئولوژی سیاست حکومت به وای می رسند. حکومت از این حال روانی آنها سوء استفاده می کند و به کارهای سیاه آنها را مشغول می سازد. شکنجه بیرحمانه و فشار بالای گمانبر شدگان و جنایت نیز از جانب همین گونه اشخاص عملی می شوند که رحم چیست سرفهم نمی روند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به 7 کارمند رادیوی آزادی در تاجیکستان اجازه فعالیت داده است. در این باره رهبر بخش تاجیکی رادیو سلیم ایوبزاد در صفحه فیسبوکیش خبر می‌دهد. سلیم ایوبزاد با اظهار تشکر نوشته است: صمیمانه سپاسگزاریم از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که امروز از 7 کارمند ما اکریدیتاسیا داد. کم نشوید. تندرست و سربلند باشید. گفتنی است وزارت کارهای خارجه با بهانه گوناگون از دادن اجازه فعالیت به کارمندان رادیوی آزادی خودداری میکرد. چند روز قبل اعضای سنت آمریکا از حکومت تاجیکستان طلب کرده بودند به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه فعالیت دهند. ایالات متحده آمریکا و 6 کشور عربی شماری از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و صاحبکاران ایرانی را تحریم کردند. علت این اقدام نقش آنها در حمایت مال جمهوری اسلامی ایران از تروریسم اعلام شد. روز چهارشنبه 30 اکتبر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم تحریم‌ها علیه 25 بانک، شرکت و اشخاص واقعی مرتبط با ایران اعمال کرده است. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عرب، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت عضو این مرکز هستند. تمام 25 شرکت، بانک و شخصان علاهده که در تحریم‌ها از آنها نام برده شده، بیش از این در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بودند. در بیانیه وزارتخانه آمریکایی آمده است که هدف 21 مورد از تحریم‌ها شبکه بزرگی بوده است که از نیروی مقاومت بسیج حمایت مالی می‌کند. در جمهوری آذربایجان مجسمه شاعر کلاسیکی فارس نظامی گنجوی را اوباشان پاره پاره کردند. تبر پایگاه خبری اینفاتیکا 24 اطلاع می‌دهد در شهر سومگایت 35 کیلومتر دورتر از شهر باکو هیکل کلاسیک ادبیات فارسی اساسگذار ادبیات آذری نظامی گنجوی از طرف شخصان نامعلوم به خاک یکسان کرده شد. خبر مذکور را کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تصدیق کردند. نظامی گنجوی یکی از شاعران معروف عصر 11 ادبیات فارسی بوده. پس از انقلاب اکتبر همچون شاعر آذر و اساسگذار ادبیات آذربایجان اعتراف شده است. در آذربایجان به شاعر ارج می‌گذارند و به نام او کوچه و خیابان‌ها گذاشته شده. در شهرهای کلانترین مجسمه شاعر قامت افروخته است. مقامداران آذر هنوز در مورد به خاک یکسان شدن هیکل نظامی واکنش نشان ندادند. اینجا برنامه امروزی ما به پایان خود رسید. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد و خبری را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.